الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أو كما قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. جوانا را چو سوزی در جگر نیست، به زیر آسمانش بال و پر نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت همه برادران با اصالت و با عزت، امیدوارم که صحتمند و سر حال بوده باشین و لحظات زندگی هم وفق مرادتان بوده باشه و از الله متعال استدعا داریم و متمنی هستیم بر این که لحظات نشست ما را و آنچه که میگوییم و برادرانی که با کمال اخلاص از ما میشنوند توفیق عمل و هدایت بیشترش را برای ما نصیب بگرداند و رفتار و حرکات و گفتار و شنیدن ما را پر از طبقات اخلاص الله متعال نصیب حال ما همه مسلمان ها بگرداند. برادران عزیز گرامی، ما در ابتدای دروسی از مسئولیت جوانان قرار داریم که عنوان درسی که ما در درس اولمون خدمت شما تقدیم خواهیم کرد همین است که مسئولیت جوانان مسلمان در قبال ارزش‌های دینی و انسانی و اسلامی چیست؟ قبل از ادا کردن این عنوان موضوع من میخوام که نکات درسی و مهم و اهداف ایجاد کردن حلقه تربیت جوانان مسلمان را خدمتتان بگم. خب ما در حقیقت یک مجتمع یا یک گروهی را طرح کردیم تحت عنوان حلقه جوانان مسلمان، حلقه تربیت. در این حلقه تربیت ما اهداف مهم و مقاصد بزرگی را با خود از الله متعال داریم و میخواهیم که به مقصد اصلی خود که امانا اخلاص و پاداش است الله متعال ما را نائل بگرداند. خب من به طور سوالیه موضوع را آغاز میکنیم. هدف از تشکیل همین عنوان و یا همین گروه و همین درس چیست؟ هدف اصلی که بتونه درس ما را بیشتر با ارزش بسازه او هدف چیست؟ برادران عزیز و گرامی، عرضم به حضورتان این که هدف ما فقط شنیدن چند سخن نیست. هدف ما این نیست که تنها ما بگوییم و شما بشنوید، بلکه هدف مهمی که ما تمرکز و فوکس اصیل ما در اون است، ما میخواهیم که خود را بسازیم، ایمان خود را تقویت بکنیم، اخلاق خود را عیار به گفته‌های اسلام و شریعت و دین الله بگردانیم و برای خدمت به دین جامعه آماده شویم. این یکی از اهداف مهمی دروس ماست. و دوم، اهداف ما به خاطر اصلاح جامعه هست. اصلاح جامعه از افراد آغاز می شود. هرگاه ما بخواهیم که جامعه را اصلاح بکنیم باید که افراد او جامعه را آغازگر اصلاح افراد جامعه بوده باشیم. دقیقاً همون آیه مشهور الله متعال که می فرماید که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. الله متعال هیچ قومی را تغییر نمیده، سرنوشت هیچ قومی را برهم نمیزند و سرنوشت هیچ قومی را رقم نمیزند مگر اینکه خود اون اقوام و خود اون ملت و خود اون جوانان تصمیم بگیرن تا اینکه ارزش‌های خود را، گفته‌های خود را، دین خود را و زندگی خود را به اساس دین پروردگار متعال عیار بسازند. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. تا که ما اقدام اصلاح نفسها را آغاز نکنیم و ما تا آغازگر اصلاح نفسها نبوده باشیم، بناهن جامعه ما هیچ وقت
ترقی و متمدن و مقتصد و خودکفا و مدر نخواهد بود. بنابراین آبادی جامعه ها، تبدیل و تغییرات و تحولات جامعه ها از آبادی و اصلاح کردن فکر و اندیشه و نفس آغاز می شود. بنابراین این یکی از موضوعات و گزینه های مهمی درسی ماست. اصلاح جامعه از اصلاح فرد آغاز می شود. بنابراین هیچ جامعه تغییر نمی کند مگر اینکه افراد آن جامعه خودشان تصمیم بگیرند و شروع بکنند به خاطر تغییر دادن نفس و فکر خود. اگر هر جوان خود را اصلاح بکنه، خانواده، قریه، فامیل، همه اینها اصلاح می شود. ببینید ما امروز با چقدر چالش‌های بزرگی مواجه هستیم. دزدی هست، بی‌بندوباری هست، بد اخلاقی هست، بی‌نمازی هست، درشت زبانی هست. همه از کجا آغاز میشه؟ معمولا دقیقاً آغازگر اینها از همون جای آغاز میشه که ما اقدام به خاطر اصلاح نفسمون نکردیم، تصمیم به خاطر اصلاح نفسمون نگرفتیم. بنابراین اگر ما بخوایم که نفس ما را اصلاح بکنیم، اولین کار جامعه را اصلاح بکنیم و خانواده را اصلاح بکنیم، اولین کاری که باید اون کار را ما بکنیم اون اصلاح نفس است، اصلاح خود فرد است. و سومین گزینه درسی ما که جای دارد که خدمتتون عرض بکنم اونه که از جوانی ما باید استفاده بکنیم. جوانی بزرگترین سرمایه انسانی است. دوران جوانی فرصت طلایی و بی‌نظیر و بی‌مانند است، بی‌بدیل هست برای کسب علم و آموزش، برای انجام دادن عبادات، برای عیار کردن اخلاق دینی و به خاطر اقدام کردن و ثابت کردن خدمت به دین و ملت و وطن. اگر این فرصت جوانی را ما از دست بدیم، در این انگام جوانی و فرصت جوانی ما علم آموزش نکنیم، عبادت درست هم نکنیم، اخلاق خراب هم داشته باشیم و به دین و اسلام و ایمان ما هم خدمت نکنیم، این فرصت طلایی را کاملا از دست خود دادیم. این فرصت طلایی کاملا از دست ما رفت. اون فرصت دقیقاً هیچ فرصتی نیست مگر فرصت ایام جوانی است. بنابراین اگر فرصت جوانی را ما از دست دادیم، پس به دست آوردن فرصت جوانی به دست ما دوباره و مکررن یک امر محال است. کلا و حاشا، اصلا دیگر این فرصت طلایی برای ما نمیاد. بنابراین اگر ما تصمیم بگیریم که عبادتی درست بکنیم، آموزشی درست بکنیم، اخلاق درست بکنیم، خدمت به والدین و دین و وطن و اسلام و قرآن و ایمان باید بکنیم، این آغازگرش از جوانی هست که ما جوانی را در راه دین الله صرف بکنیم، جوانی را در جوانی ما خود را اصلاح بکنیم. بنابراین حدیث مشهوری است که پیغمبر گرامی ما صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله، 7 گروهی که در روز قیامت هیچ سایبانی نیست که ایشان را سایگی بکنه مگر سایه عرش پروردگار متعال است که آنها را در زیر سایه رحمت خویش جای میده. دقیقاً همون جوانی هست که از فرصت طلایی خود استفاده نیکو کرده، همون جوانی است که از زندگی خود، از صحت خود، از سلامتی خود یعنی استفاده درست کرده. و در دیگر حدیث پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم میفرماید که اغتنم 5 قبل 5، 5 چیز را قبل 5 چیز بهتر بدانیم. یکی از او مهمترینش همون شباب است. جوانیت را قبل از پیری و کهنسالی بیشتر بهتر بدان، فضیلتش را بدان، قدرش را بدان و در ایام جوانی از علم و از هنر و از همه داشته های خود استفاده درست و خوبتر و بهتر بکن تا اینکه کسب رضایت الله متعال را به دست بیاریم. و چهارمین گزینه‌ای که ما داریم در این درس جای داره که خدمت شما عرض بکنم، عرضم به حضورتان این که برادران با اصالت و عزیز، ما علم را آموختیم ولی این را باید بفهمیم که اگر علم ما عملی نداشته باشد، در علم ما یعنی بدون عمل گام ببرداریم و راه بریم،
از علم ما هیچ سودی برای ما نداره، هیچ فایده‌ای برای ما نداره. بنابراین در دیگه حدیث میگه که در روز قیامت یعنی 3 کس بزرگترین عذاب پروردگار متعال گرفتار میشوند. 3 کس. یکی از او همون عالمی هست که به علم خود عمل نکرده، علم خود را زیر پای گذاشته. ما متاسفانه امروز خیلی میبینیم که ملاها و عالما و منبرنشینا و واعظان ما داریم که در منبر هزارها حرفهای خوب و با معنا و با مفهومی را میگن، ولی مجلسه های اونا، سفر با اونا بجز از الفاظ زشت، بجز از سخنان له و لعیب و مزخرف چیزی دیگری نیست. نمو شعر مشهوری است که واعظان که جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند 100 کار دیگر میکنن. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن. متاسفانه مشکل جامعه ما از ناحیه علما هم یعنی خیلی گلایه داره و خیلی متضرر است متاسفانه. بناهن علمی که در او عمل نباشه دقیقاً همون مانند همون درختی است که ثمر نداره، و یا همون علم بی عمل دقیقاً زنبوری بی اصل هم بهش میگن. مسلمان واقعی کسی است که چیز را می آموزد و در زندگی خویش او را دقیقاً عملی میکند و با طبق اخلاص او را برای مردم میرساند. خیر الناس من ینفع الناس، خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهتر شما اون کسی است که نفس برای دیگران میرساند و بهتر شما کسی است که دین و قرآن را میآموزد و به دیگران میرساند. خصوصیات علم همین است که اگر علمی که انسان را اخلاقش را درست نکند، رفتارش را درست نکند، عبادتش را درست نکند، تواضع و شکیستگی و فروتنی و ادبش را درست نکند، یعنی دقیقاً او علم نیست. او علم بجز از زیان، بجز از خسران برای انسان چیز دیگری به بار نمی آورد. بنابراین اون علم و همون آموزش در روز قیامت از انسان در حضور رب العزت و جلال شکایت خویش را میکند. و پنجمین گزینه‌ای که در درس به خاطر اصلاح افراد و جوانان داریم این است که اخلاص. ما در هر کاری که میکنیم باید اخلاص داشته باشیم، در کار خود مخلص باشیم. حداقل اگر 2 رکعت نمازی که میخوانیم باید در کار خویش ما اخلاصمند بوده باشیم. اگر 10 افغانی برای کسی صدقه پرداخت میکنیم، باید که در او 10 افغانی که ما میتیم با طبق اخلاص، با کمال اخلاص، با دل پر از اخلاص او را برای دیگران تقدیم بکنیم. اخلاص رمز پیروزی امت هاست. هر اعمال و هر انسانی که اعمال زیادی دارد و به کثرت صیام و قیام و زکات و صدقات و خیرات دارد، ولی متاسفانه در اعمال از او اگر اخلاص نبوده باشد هیچ ثمره و فایده‌ای برای انسان نداره. اخلاص رمز پیروزی امت ها، زیرا اخلاص است که 2 رکعت نماز تو را با اوج سعادتمندی تو را میرساند، یعنی تو را به مدارج عزتها تو را میرساند. اگر انسان هر قدر عمل خیر و صدقات و صلات و زکات داشته باشه ولی در نیتش خیر و در عملش مخلص نباشه، هیچ سودی برای انسان ندارد. بنابراین هر قدم، هر کاری که ما انجام میدیم باید اول نیات خیش را صاف و صادق بگذاریم تا اینکه در پیش پروردگار متعال اعمال ما مردود و ناپسند نبوده باشد. دقیقاً در درسی که در مدت 14 دقیقه خدمت شما عرض شد، پیامی آخری که درس برای ما و شما برادران داره این است که برادران گرامی، اگر امروز ما بتوانیم تصمیم جدی برای اصلاح خود بگیریم و خود را اصلاح بکنیم، ان شاء الله تعالی فردا می توانیم که خانواده، جامعه و امت را نیز اصلاح بکنیم. آغاز هر تحول بزرگ از تصمیم انسان‌های مؤمن شروع می شود. اگر تصمیمت هر چقدر بزرگ باشه، در تصمیم جدی باشی و برای خاطر کارت اقدام جدی بکنی و در کارت اخلاص خوب و بیشتر و بهتر بوده باشی، اعمال صالحه و مؤمنی و اسلامی و ایمانی اینا یعنی سلوحه زندگیت باشه، بناهن تو میتونه که سرنوشت یک ملت را تغییر بدی، سرنوشت خانواده،
سرنوشت فامیل، سرنوشت جامعه و در سرانجام سرنوشت صدها نفر تو تغییر خواهد داد. بنابراین ففروا الی الله، به سوی الله بشتابین تا اینکه رستگار و موفق باشین.